این من سوارم یا این من سواره؟ خب من این سوار این خود بجوره بی عقلی کبره بجوره. بابا چیزی دیگه به اید نمونده پیاره خوبه کردم بعده. ای به ما تنه میدن که وی دمی چی نوردم یه دم با نم دیر جننیه بیارم. ابا شوکوری گیلا. ابا شوکوری. گوسفند بستومشون چی بستو ببر ایدی ببر چی ببر افشکش که بیشتر میشه بخیر. عزیزم گلومی پیار خوبه دارم با نچون بیدار. بله بابا کجایی؟ به صحرا. آخه مادر من میگم بیاین که بریم بخیر به فکر یک گوسفندی شیمانی عید شده بابا به می نمزاد مینه عیدی ببریم. بابا چیزی دیگه به عید نمونده پیاره خوبه کردم بعده. ای به ما تنه میدن که وی دمی چی نوردم یه دم با نم دیر جننیه بیارم. مادر من گفتم برو به پیار خوب بگو که برای یک گوسفنده بتسونه. بابا به صحرایی حالا من میام به پیش شما خودی شما انزی گپ دارم. خوبه خداحافظ انی بیام. مبارکم مادر سورا بره گفتم که لالا می بیام خرمناک ملت تو برم تر تیار کو آماده کو که ما بیایم. وان ساعت 1 بجه شدی تولی نمودی کی میای دیگه؟ سلام علیکم. شتانم برو. شکر. شما کی میشه گفتن که برو راه تیار کو آماده کن من میام سر خرمن میام. همین ساعت 1 بجه شده کی میای شما؟ ساعت 4 بجه. خب که بشه میفتم خرمن ما. یعنی بدی سالات میکنه. یعنی والله این خرمان ما بدی ساعت لچه. وقت را کی بیان دیگه؟ خداحافظ. بابا بله. این خرمان لات کنی. همین را تیار کردم که این خرمان لات کنم. خوبه دیگه بابا. میگه ساعت 4 بجه میام. خیلی ساعت 4 بجه به 2 ساعت خلاص میشه این خرمان. بابا بخور زود لات میکنه. میگم بابا جو. بله. چه کار میکنی؟ دنگوچی هم به شما بگفتم. خب. برین دیگه مادر ما گفتم به پیار خوب گوسفنده بخرم. گوسفنده بخرم؟ دیگه بابا ایدم هیچی نبودیم ایدم نمیبوریم بعد دیگه. خیشا ما چی میگم؟ نمیگم ایشتا مردم گوشنی هم کاشکی دختر خوب برای عدینا نمیدادی. میگم همال یک گوسفند 12,000 قیمت اینه. خب باشه بابا با خاک کسته دیگه. به خاطر که 12,000 قیمت اینه ما مگره نخریم. همون 12,000 مقدارم ولی پیشکش مقدارم. بچه جان. بابا خود این فرق داره. چی فرق داره؟ عید پارسال هم چی نبودیم عید امسال هم ما هم نبوریم دیگه بعد با خدا. همین دست رختی برای میبرین دیگه گوسفند قربونی دیگه ما چیکار کنم؟ نمای بابا مگره بخریم ما کار ندارم. چه کاره؟ ما کار ندارم. خرمانا لد میکنی. از اینا کمی بفروشین قرار کرده. همین خرج خوش که ما میشم این خرمان. تو من گندما رو یک خرمان اینه یک خرمان هم به سرا پینه. خب. 2 تا خرمان که داریم. بچه جان اینا رو اندازه خرج خوبر من دنبالی را دنبال میفروشم میبرم ولی پیشکش رو مقدارم. بابا همین عید روزه. خب. 2,000 هم خریدایی که ما شما ببردیم بودن. پس بسته زندگی خرید میکردم میبردم برای اینا. خب بعد دیگه بابا. چیزی که رواج بودم همین رواج بستن و ببردم دیگه. ایت نمیشه بابا به خدا بعد و ما تعنی میدن. همین تو تعنی دن که 30 سال میشه ببین قبرستونه. خدا بیامرزه بابا بابی شما ما چی کار دارم؟ گپ کم کو
چه خود بچه؟ به خدا و مادر خو میگم که به زور هم سر شما بود. چه کار کنه؟ به زور. ایتم نیه؟ نه نیه. آه. مادر ما میستونه یا نمیستونه. بریم بستونه سه کنی شما کجا میاری پیلا؟ ما کار ندارم بابا. من پیل ملاک هم ندار که گوسفند بستونه. بابا آه. نمزاد ما زنگ دادم گوشی همیت روی هم نمیشون مدت گپ بالا آورد دو گفته. خب خدا که بعد بابا دیگه ما خود با چی من پیش خود فکر کنیم. فکر کردم من. حالا که تو بس میکنی من پیل ملاک ندارم. برو در سر می همسایه. کجا همسایه؟ همی عباس اینا. خوب. سه کو پیاری بود اگه خودی بود اگه مادری بود کدوم بود. بگو یک گوسفند ما تا بعد از عید که یک ماه از عید تیر شه به قرض میدیم ما یا نه؟ بگو. خب خوب. اگه بدادم که چشم اگه ندادم من پیل ملاک ندارم بچه جان که گوسفند داد. خب خیلی بابا باید یا باید غصب کنی. پول بیخی با غصب کنی برای گوسفند خودی شما میخری با بعد از یک پولای نمیدین. خوب اگه عباس اینو ندادم. چه کاره؟ کجا از کی قصد کنم با؟ با یکی غصب کنی از اون. برو دیگه اگه میگی بدادن که ندادم این چی دیگه برو. گپ و مف میزنه که فقط میگی که اینجا چه نه؟ بیشتر کشته برو بر عباس هم بالا سر گفتم عباسه! چه کجی جان؟ خیرات کجی؟ خیلی خیلی عرب با چون دیگه تلفن میشینی چه کجی بنده جان؟ خود جمع میکنی حالا چیکار کنم حالا اپون بکنم دیگه. عباسو بله. بس بنده خود جمع میکردی حالا چیکار کنم؟ هر دم اگه اینا رو جمع کنی. خوب کاری میکنی کجا عباس بیدی کجی؟ همین که بیامدم تو کم کار داشتی آه میگم بله. بیامدم سه کنم امرو به خیر خوشی رو مرور میداری برادری ما و تو معلوم میشه یا نه بیشتر مثلا عباس می بیامدم پیار می به شما سلام میگفتن و سلام بله. گفتم قرار کرده برو به پیش پیار عباس یا مادر عباس برای نو سلام بگو راد سلام بگو عجمی یک گوسفند در 12 دری برای ما با قرض بدیم تا به خیر خوشی یک ما که عجمی ای تیر شد پولکاش ما میاریم خب خاطر ما این ببریم بگیم خیلی شما گوسفند آه 12,000 انت گوسفند در 12 دری باشه خوب عباسو کار تو ریکه تو آه یک مازی تیشه یک مازه تیر شد پولکاش ما و که تو گوسفند در 12 زیری می چکار؟ پیان حالا فعلا نمیده گفتن گوسفند همینا رو بگو اگه اینا چیکار شده؟ همینا بیترین گوسفندای خوب گوسفند ارزون هم هست 12,000 گوسفند توی روسیه اینو داری چندیه همینا به تو دنیا هفته نیازه نفتگی مازو خوب گوسفندای خوب یا گوسفند بیا هسته بیا مسته اما خوبه 12,000 گوسفند توی روسیه خصوص چیکار شد؟ همین خدا هست هفتریم از قیمت اینا بیخی سه عباسو تو می یک رنگ بخونه خوب بزن برای مادر خو یا پیار خو بگو کجی؟ همین 4 تا گوسفند نمیبینی 2 تا اینجا 2 تا اینجا مادر ما به غلک پولکا خورمیت خوشخوشه گفته غلک پول این پولکا خور جمع کرد همین 4 تا گوسفند شد بفهمیدی؟ حالا این گوسفندا رب به پیار ما نداره که ما پیار خو بگم گوسفند بودم یا نه خوب مادر خو این به مادر من رب داره اگه من مادر خود زنگ زنم کجی من به زیر گپ مادر من نیاری ما تو را براخو بیشتر هم میفهمیم خوب تو را براخو بیشتر مام خیر از امانت رو میکنم ما مادر خود میگم این یک ماه تیر شمیده به شرط که بلور بدی جان پوش بکو دیگه خاطر ایتا پوش تو به می کوه کتش یاره ایراز داده باش خاطر من زمانت تو میکنم چکار شده هل داریمه چکاره گیلا این بفتاد به جو خودی واسه وخی بالا شو بالا شو ابا شوکوری گیلا ابا شوکوری اوار چی من میگم برارم تو چی رقم آدم نفهمیدی ابا سرگی خودتون سرگی تو همین ترین کلم خمید جو کنو ندیدی چند دفعه به تو رو برام گفتم سیاسی همین دیگر همین بغل همین بسته کنید مردم از در میزنم میگم بر راه میمه چیش نداری دن خواکو یاری گیلا خو
وخی برو وخی بلا شده که تو به بیک تده کلو که جور نبینی رار میبینی تو بفهمیدی کجی؟ او گپ مان تو زنگی با مدر کجید؟ انا رو مدر خود زنگ میزنه خب انا رو زنگ میزنم زنگی زمانت طول میکنه زمانت نبود همین 4 تا گوسفندک پای دیگه کسی که خود خبستگی لگل مال کرده و اوی آدم هسته شوجاق را کمال به سر و وجود از اینیه بله مادر خواهیم بخیریم شکر مادر ما پیش گوسفندای ما علف انداختم همین علف انداختم و گوسفندای دیدم که کجی به چی ما نوروز آمد همین جگا بیامده میگه که یک گوسفنده که به ما بدیم به غرس یک مازید قربون که تیر شد 100% پولکاش ما نمیتر نقد میدم به دست شما خاطر میبره به سراخ خسور خوب نه مادر خوب خیر همسایه دیگه یک گوسفند میده پولان مفته کنه میستونه بگو بقدم یک ما که تیشو پیلاش خور بگیری ندید میگه امیت زمانت میده کم یک مازید قربون تیشت پولکاش ما میده خاطر حالا ما پول ندارم میگه من پولکاش ما میده همین خرمانا لچه پیرمه بفرشه خیر مادر دیگه میفهمی منه میده پولار 100% میده مادر اما زمانت میکنم ما میشناسم که جیش دادم یا خب یک گوسفند میده گفتم من گفتم این مادر همین پولکار غلک جمع کردم این 4 تا گوسفند خریده خوب خدافظ خیلی بینیم مادر خوبه هانی کجی بدیدی چی گفتم ما زمانت رو بکردم پیش مادر خمونتا گپ زمانت تو بکردم پولکار نخت میاری دیگه دل جم بیا کدوم کمه انا همی سرخ واکو همین که یکی را همین او هانی کجی بازم ما کجی پوشته میبینی کجی اما اینا رو به هفتنی مزار نمیدم از اینکه خودی من دست براری داری همین رو تو ارزون دادم دل بفهمیدی؟ جم باش که بخیر تو رو هم نمزاددار کنم با ما هم همیته به تو حالا خدمت اشته میبوری کجی؟ بگی خودی من کمک خوب ببوری اشته ببوریم انشالله داری نه یا آنال یا علف میخوری کی میره از اینجا کجی؟ یا میره دیگه خودی میره نمیشه یا ماستو بیام در سرا بیام خوب شما رو اینجا بدیدم خیلی از دوست بله ما بیام اونم که اگه گوسفندا خیلی به ما بدیم تا بعد از عید قربان یک ماه پیشه گوسفندا که به ما بدیم گوسفند تو چند ماه ما من نداره خونه‌ای 10-12 هزار باشه 12 زری ما نداره ما نداره نه ما 4 تا گوسفند داریم کجا بخیر بله مامان امروز شتن خیریته بچه شما خودی امی عباس امی گوسفند دست از اینا همه تی بیچاره او عرق وقتا بچه شما به بر تر شدی بود خوب بفهمیدین رختا به بر تر شدی بود اکنه عباس همی تی او عرق پچخ کردی بود گوسفند بگردن گوسفند یک سره پیش اینا مجلس حتی ما سمی بچه شما به گریه شد گوسفند سون که جی بچی می ها از عباس همی عباس همسای ما و شما خوب ها گوسفند به دستی بی گوسفند هردم میجیست که تنو نداره پیار من گمه رای کرده برای گوسفند رای کرده هی گریه میگه خودی عباس که میزه گوتک پیار من رای کرده که برو گوسفند بخر که ما چون ما بریم به ایدی میبریم ما چی به چی میبردیم من همی بیام پیش برورتون اومدم گفتم گوسفند به ما بده شما خواهد که بست کنده نگانه که جیر رای کردن بست کنده گوسفندا ما گوسفند شما گفتم که ولی این میگه گوسفندا ما میتونیم دونی 20,000 قیمت 19.5 ما نوروز بکند بردیم میخرید اما نمزانی بیشتر 400 کم 20,000 همین دیگه 100 رو بولا یعنی بله ماما جو 400 کم 20,000 میخرید بله گوسفندا نام خود از شما کلونتره ها ماما نوروز بله ندیدیم گوسفندا ما بزی تازگی ها نوی تازگی ندارم چه روز اینا گیلک جمع میکنه اونا ماما جو می تو گوسفندا نیه اونا مالی میشکه شیشه گیلا مثل که تا میگه اقلا کمال پولی نداره گیلا که تو معلوم میشه مطلب بریم
نه او زنگوله نداشت اینا بزرگ بزرگ که خب کار خدمت مامان امروز کاش که گوسفنده ما بشودیم ما خدمت نه دیگه بستونه کجیر بستونه که هیچ چی دیگه خیر باشه. اگه بابا قربونی به خود خماستیم زور شما میکشید بیایم ببریم مشکل نداره ما و شما حق همسایه‌ایم فرق بابا نمیکنه مدت گرون بده قیمتا دیگه به گنج می قیمتا میخرید اما ندادم اینا خود شما میفهمید 400 کم 20 هزاری کم خب برای خداحافظ خداحافظ شما گیله خداحافظ چه گیله خوش آمده مامان امروز خداحافظ کجا بیدی تو؟ جگایی کجا بیدی تو؟ چی؟ چرا پا چه تو تره؟ به جوی رفتم در سر عباس این همین جوی گندم این جوی ابرک ایتا بگرفتم این پیچه بگرفتم این قلم شده نکردم پیار بچه ها همه پیچه بگیرم چیز کنم مرتکه میگه البه همین راسته تا نفهمی میری به جوی میری همی باسکل همیش کردونی بیا از یک ویر کتال تیار کردی پیاده میره حالا بده کیر ما ببرم بده برو کجا میری؟ به سرا به سرا میری؟ بده برو بیا از خودی از این بکنه سیکی هیچ کار کرگیله خب تو برو تو خیلی وقتی یک کاری بکردی که من از تو فایده ببینم توی خود پرگل شده خود به جوره این من سوارم یا این من سواره و من این سوار این خود به جوره بی عقلی که بره به جوره آخی شاخهای به دست تو نه کنترول به دست تو بابا همین عباس و پیار خود کلگنده خو همین گوله گردی ری تخیال میکنی سراکه دامی که به پیشی بریسی به جو که بفته که میگی نیه سرا بعد که ببرم مشکل به سرا میشکنی امیر آخی همش کنم پیاده میرم بیا از یک کور کتل کنی بکردی ببر اکبر زبا سرا بیره که همی شلواره نم اپا خو درام خورتیار کردی با تعده تو با چی خورده کنی؟ اقعد تا قیافه خو خجالت نمیکشه کجا بودی کجی؟ کجا بودی؟ شیری خوبی این گوسفند با چند خریدی؟ خوب گوسفندی نیه بفته نیم از جا خیلی آه از کی خریدی؟ از عباسیم گلای بدادی؟ نه بقید گوسفند آفرین. یک ما بعد از یک ما که از این با خانه خسار ببری نمیو گوسفند که خوب گوسفنده برو جو ولی از این بزغالک ها دیدونیم از داری یکی نیست نمی بودی هفته نیم از داری که لالا خیلی مردم پوله به خدا و به 10,000 و 15,000 گوسفند ما هفته نیم از داری هم خب مردم بره به هر چی میبره اختیار خدا رو تو کیسه خورسه گو برو ایران بقر زیستندی آه بقید بابا گفتم برو بگو برای اینا سلام بگو راد سلام بگو یک گوسفند با بقید بدین بعد از ما دلجمون که به خیر خوشی روز آخر که حساب کنیم یعنی می قرضا شما که گوسفند بستومشون چی بستو ببر ایدی ببر چی ببر اپشکش که بیشتر میشه به خیر خوشی از کجا میاری با اینا رو میدی آخر بابا گفتم برو به قرض بستو بابا گفتم بریم بخریم گفتم من پول ندارم چه کار فلانه با که تو زید میکنی برو قراری کرده برو قرض گفتم خوبه من ریکه یا خوشتری میستوندی هفته نیم از روپیه آخه کی میبره گوسفند هفته نیم از روپیه تو هم پول میدیشتی انو به قرض برفتی بستوندی جبر به سر تو هفته نیم ندارم چی دیگه لالا شما از اون پیچ قامیت نه میدی هیچ چی نیه خب ببر پولای بده دیگه اگه چیزی نیه چرا به قرض استوندی بابا میدم دیگه بابا دلجمع باش که میدم بابا میدم امال 15-20 هزار هم دیگه خیرت پید نهی ای هم هفته نیم هزار نزدیک 30,000 روپیه میشه 100,000 روپیه هم نداری اماله اینا رو از کجا میاری میدی؟ با میگن که چیزیه نه هیچ چی نیه یعنی تا هر کرده شما مایه بکن